این هفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه دست و پا زدن‌های عظما در تله برجام و نظامی که این وسط مدام داره آبلنبودتر میشه. چون در نهایت برجام توافق خوبیه برای آمریکایی‌ها و هم تحریم‌ها رو میخوان، فشارها رو میخوان، هم برجام رو میخوان، هم میخوان برجام از درون تهی بشه، ایران هیچ گونه استفاده ای از برجام نداشته باشه. برنامه کلی این هستش، با استفاده از برجام میخوان روی ایران فشار ایجاد بکنن. این همون برجامیه که یه روز براش جشن میگرفتن و میگفتن اصلا تو تاریخ پیروزی به این بزرگی نداشتیم، اما حالا تو این مخمسه تنها کاری که از آخوندا برمیاد پارس خوابیده است. این شبکه ایرانه که داره آهنگ مرگ بر آمریکا رو پخش میکنه. پایینش هم نوشته هموطنان گرامی میتوانید فیلم های همخوانی و تکخوانی خودتون رو با موسیقی مرگ بر آمریکا به شماره فلان و آدرس فلان ارسال کنین. نمیدونم با اینا میخوان چی رو ثابت کنن. پیک شادی عاشق تیم. واکنش بسیجی‌های کف کرده در برابر خطراتی که نظام رو تهدید میکنه یه چیزی تو این مایه هاست. حالا بشنوید از شیخ فری که این روزا اساسی زده تو کار نعل وارونه و در حالی که برای مذاکره له میزنه میخواد با این حرفا سر دلواپسا شیره بماله. بیاییم راجع به موضوع دیگر با هم مذاکره کنیم. این یکی از حرفهای خنده‌دار تاریخه. دیگه کشوری میتونه بهش اعتماد بکنه؟ دارن به بعضی از کشورهای شرق آسیا پیغام میدن که بیا با ما مذاکره کن. آمریکایی‌ها پیغام میدن. مگر دیوانه شدن که با شما مذاکره کنن؟ این شیخ فری خوب میدونه که مسیر زهرخوری یه طرف است، یعنی نمیتونه رفیق نیمه راه بمونه، تا آخرش باید سواری بده. یکی دیگه از جام زهرهایی که باید به حلق عظما سرازیر بشه جام زهر حقوق بشره که از همین حالا همشون رو به هول و ولا انداخته. یه نمونه از این رم کردن ها رو در پاسخ نماینده آخوندا به گزارش خانم عاصمه جهانگیر ببینید. شما میخواهید به ایران بیایید؟ از بازدید شما استقبال میکنید، به شرطی که 192 کشور دیگر هم مثل ایران گزارشگر حقوق بشر داشته باشند. این طرف خوب فهمیده که جامعه جهانی کی رو هدف گرفته، به خاطر همین هم درجا شروع کرده به جفتک پرانی. از این جور جفتک پرونی ها این روزا تو نظام فراوونه. مهره های ریز و درشت حکومتی همشون آچار به دست شدن تا پیچ و مهره های ولایت رو صفر کنن. کسانی که به رهبر عظیم الشأن نظام جمهوری اسلامی ولی فقیه زمان بی‌ادبی میکنن، نظریات ایشون رو نادیده میگیرن، برخلاف نظریاتش عمل میکنن، اینا باید در میان مردم اینا شناخته بشن. اینا واقعا در حقیقت دارن با اسلام مقابله میکنن. مسئله ولایت فقیه مسئله بسیار مهمیه. این یکی روزخونه حکومتی هم از ریش ولایت آویزون شده تا یه وقت باد نبردش. به هر اندازه که ما اثرگذاریم باید تلاش بکنیم تا مقام معظم رهبری و این قلب تپنده مستضعفین عالم و این آقا رو معرفی بکنیم. همین امشب خدا بخواید که بهتون توفیق بده یه کاری بکنید برای این سیه. اطلاع اسلام امروز به معرفی این رهبره.
اینا در حالی دارن ماشین مشتی ممدلی نظام رو بزک دوزک میکنن که یادشون رفته چرخهای این ماشین یکی یکی داره در میاد. فعلا که علل حساب ترس بالا تا پایین نظام رو گرفته. ببینید این پلیس دوغکی نظام وسط یه تعقیب و گریز چطوری داره قبضه رو میشه. کوچه پس کوچه بعد درگیر شدی مرکز. مرکز ماشین ما رو داره میزنه. باید کمکی حساب کن. بزن حسین بزن. مرکز دهنه عقب داری میزنه به بهت. تازه باش. این یکی هم وسط مانور جدی شلیک میکنه به پای خودش. یکی نیست به عظما بگه اقتدارت این بود؟ اگه نیروهای ویژت به اندازه این آقا گاوه توانمندی داشتن وضعیت بهتر از این بود. مشنگستان هفته رو با این آخوند تانگه و توصیه ولاییش آغاز میکنیم. ولایت حق است، قرض الحسنه حقه. هر کی میخواد برکت تو زندگیش بیاد به قرض الحسنه تکیه بکنه، به نزول و ربا تکیه بگید نکنه. این هم نمونه از تکیه کردن بر قرض الحسنه، یعنی طوری تکیه میکنن که کلا صندوق قرض الحسنه رو از ریشه در میارن. این بزبز قندی هم تو بحبوحه شاخ به شاخ شدنهای حکومتی خودش رو انداخته وسط تا اینجوری با رقبا تصفیه حساب کنه. مدیریت اسلامی غیر جهادی اینجوریه، طرف ریش داره، انگشتر عقیق داره، یقش هم اینجوری میبنده، یک تسبیح هم دستشه. بعد طرف آمده مردم میگه آقا زنه آقا پدر ما رو در آوردن اداره اینجوری کرد، بخشنامه اینجوری شد، تسبیح دستشه. سبحان الله سبحان الله سبحان. بله بفرمایید، شما بفرمایید. خاک بر سرت مردی که. همه اونایی که شبا مسواک میزنن عوامل فریب خورده استکبار هستن. علتش رو از این دکتر مشنگ بپرسید. سریال میبینی تا شب شد طرف یه چیزی گندابی بر نسبت میماله روی این مسواک و میگیره دستش به سمت شستن. میگه نکنید این کارو. این لایه های روی دندان رو اصلا مواد روغنی و چربی که رو دندان ها نگیر. اگر شما این کارو کردین مینای دندان در معرض بخارات معده قرار میگیره، این بخارها میشینه روی دندانتو میپوسونه. آقا حیوانات که مسواک نمیزنن اینقدر خرابی دندون دارن؟ وقتی جفنگویی از حد میگذره اون وقت صدای خود مشنگام در میاد. واکنش وزیر بهداشت شیخ فقیه رو خودتون ببینید. یکی دیگه میاد میگه آقا مسواک نزنید. خیلی جالبه. میگه این مسواک کار صهیونیستاست. بعد چند تا دیگه هم شاهد میاره و یکی از شاهداش حیوانات هستن. انسان خجالت میکشه. میگه ببینید حیونا مسواک نمیزنن، دندوناشون سالم‌تر. حالا سری بزنیم به تازه ترین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی و ببینیم برگ آس این هفتهمون چیه. شما الان میبینی که داخل این شیشه 1.5 لیتر که بنزین کشیدیم از این ماشین
نصفش آبه. ایشون همین الان از پمپ بنزین آمده، پمپ بنزین بزرگراه امام علی، میدون امام علی، پمپ بنزینش اونجا رفته بنزین زده. میبینین که به جای بنزین 3/4 آب 1/4 بنزینه که باعث میشه به مردم صدمه وارد بشه و هزینه تراشی کنه و ایشون به سود بیشتر برسه. برای منافعش ببینین داخل مخزنش ایشون چقدر آب زده که تو باکی آقا 3/4 آبه به جای بنزین. بله دیگه، بنزین که این باشه بکسل کردن هم اینطوری میشه لابد. یک گزارش براتون میگیرم از نحوه بکسل کردن ماشین. این نحوه بکسل کردن 2 ماشین تو اتوبان تهران کرج هست و همونطور که میبینین باشو چیکار کرده باشو. اینطور که پیداست این حسین دوربینی به آرزوش رسیده و اساسی آنتنی شده. حالا فلسفه زندگیش رو از زبون خودش بشنوید. حسین نمازی هستم، آقای دوربینی هستم، تو تصویرهای صدا سیما هست. از کجا شروع شد دوربینی بودنتون؟ یعنی اولین دوربینی که شما تو زندگیتون دیدید؟ انقلاب هنوز نشده بود، سال 2536 هنوز انقلاب نشده بود. 2536 هنوز 1357 هم حتی نشده بود. تو مسجد ارک رفته بودم، عزاداری روز عاشورا اینا بود، بعد مثل که پخش زنده بود. بعد رفتم خونه، آقای فلسفی هم سخنرانی میکرد، بعد گفتن نشون داد و اینا چیزا. بعد علاقه‌مند شدی؟ خیلی علاقه‌مند. خودتون هم دیدید خودتون رو دفعه اول؟ نتونستم ببینم، عزاداری میکرد اینا، پخش زنده بود، نمیتونستم. بعد دیگه از اونجا پیگیر شدید هر جا؟ بله. از کجا میفهمیدید دوربین کجاست که میرفتید سراغش؟ خیلی زیادی، مثلا یه دفعه باز 2 دفعه تکرار شده اینا. تجربه خیلی زیادی پیدا کردم از نوع دوربینا، از اون آدما، از اون چیزا، همه‌اش میتونستم بفهمم کدوم. یعنی دوست داشتید مشهور بشی؟ خیلی دوست داشتم، همیشه مدرسه میرفتم دلم خواست بزرگ شدم آدم مهم و متشخصی بشم. دیدم با تحصیلات اینا نمیتونم، ولی از این راه خیلی جالب و خیلی خوب میشه. حالا که صحبت از حسین دوربینی و فلسفه زندگی شد، یادی هم بکنیم از دلقک خمینی که این بابا رو از جلسهش بیرون کرد تا بتونه این حرفای مهم فلسفی رو بزنه. ببین 2 میلیمتر گوگرد، 2 میلیمتر گوگرد اگر مدیریت بشه، این گوگرد تا خدا پیش میره. چطور؟ این گوگرد رو میزنی به کبریت روشن میشه، وصل به چراغ گاز میشه، چراغ گاز وصل به غذا میشه، غذا وصل به انسان میشه، انسان وصل به خدا میشه. این هم واکنش احتمالی مخاطبان آخوند قرائتی بعد از شنیدن بحث چرخه چوب کبریتی حیات. و حالا یک بحث سینمایی در تیوی ریش که از سانسور شروع میشه و به سانسور ختم میشه. پس ما چجوری؟ من خودم به عنوان یک علاقه‌مند سینما، همونجور گفتی ادعای عاشق سینما بودن دارم، پس چجوری فیلم ببینم؟ فیلم خارجی ما چجوری ببینم؟ الان چجوری فیلم می‌بینی شما؟ بازار قاچاق. چرا من باید قاچاقچی باشم؟ خب برای اینکه به شکل قانونی نمیشه این اتفاق بیفته. چرا نمیشه؟ برای اینکه فیلم‌ها با ضوابط ما مناسبتی نداره، سانسور میشه. ضوابط من یه سوالی از شما دارم. منظورتون از ضوابط ما ضوابط کیه؟ ضوابطی که برای این جامعه حاکمه. ضوابط حاکم بر این جامعه رو چجوری میشه تغییر داد؟ ما برای این کار راه حل داریم. با توجه به اینکه در آستانه فصل سرما هستیم، سکانس آخر رو به یک کلیپ تبلیغی جالب از کشور دوست و همسایه افغانستان اختصاص دادیم که یه بخاری رو طوری تبلیغ میکنه که آدم احساس میکنه اگه نخره اصلا تو زمستون یخ میزنه از سرما. آهای آهای با خبر، برف آمده تا کمر، با بخاری بالکن سرما را از بین ببر.
از بالکن به من بگو، از خاصیتش بگو، گاز میسوزه یا به برق با دیگران داره فرق. بخاری بالکن نازه نه برقی و نه گازه، بازغال سنگ میسوزه نان قشنگ میپزه. باید سوختی خیلی کم، چند کار میکنه یک دم، نان میپزه چون تنور، آب جوش داره هر دم، لبا سرخوش میکنه چون برق اتو میکنه، غذا پزد چون حجاب کبابم جور میکنه. نامی او است بالکن